سلام مردم عزیز خراسان شمالی. به دومین قسمت از برنامه حرف دل خوش اومدین. مهمان این قسمت از برنامه جناب سرهنگ گل محمدزاده، فرمانده محترم نیروی انتظامی شهرستان بوجنورد هستش. خیلی خوش اومدین جناب سرهنگ. اگر سلامی گفتگوی با مردم دارید بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب هم خدمت حضرت عالی جناب مرادی و همشهری و هم‌استانی‌های عزیزی که صدا و تصویر ما رو دارن. در خدمت هستم. بزرگوار. جناب سرهنگ بفرمایید در یک روز کاری عادی مهمترین وظایف پلیس چیه؟ نگاه کنید، در قانون برای ما یه سری وظایف به صراحت اومده که مشخص کرده برای ما. تکالیف ما اهم از برقراری نظم و امنیت شهری، حالا اهم از مراسمات یا موارد جاری عادیمون، بحث اجرای دستورات قضایی و احکام قضایی و رسیدگی به شکایات و موارد از این قبیل که حالا تعداد زیادی از وظایف دیگه برای ما به صراحت اومده. ولی خب در شرایط عادی ما الان تو کلانتری پاسکامون بحث رسیدگی به شکایت داریم. بماند که ما گشت ما در حوزه پیشگیری از جرایم معمولا همزمان دارن در بحث پیشگیری از جرایم مشغول گشت زنی هستن. تامین امنیت خیلی از مراسماتی که در سطح شهر داره اجرا میشه، همکاران بنده در اون حوزه حضور دارن و رسیدگی به شکایات و موارد از این قبیل جزء وظایف تقریبا میشه گفت عادی و روزانه ما هستش. چه بخشی از کار پلیس کمتر دیده شده ولی حیاتیه؟ شاید میشه گفت زحمت همکاران بنده در حوزه پلیس اطلاعات شاید جزء یا هم پلیس اطلاعات هم فتامون جاهایی هستن که خیلی وقتا دیده نمیشه. معمولا اونا چون در دید مردم نیستن، ولی ما به قول خودمون پیشگیریچیا که همکاران بنده در حوزه کلانتری و پاسگاه و یگانهای امدادمون هستن، چون در دید مردم هستیم دیده میشیم. اونا در پشت زمینه هستن و معمولا دیده نمیشن، ولی تلاشاشون تلاشهایی هست که خیلی وقتا در وسط میدانها کمک‌های بسیار خوبی ما کرد. بیشترین وقتی که یه پلیس در طی روز ازش گرفته میشه صرف چه کارایی میشه؟ ازش چه مأموریتاییه؟ متاسفانه یکی از خب شاید مأموریتایی که خیلی وقت پلیس میگیره بحث 110 ماست که خب اینم درخواست ماست که از شهروندان عزیز برای هر مورد جزئی تماس نگیرن با 110 و وقت پلیس رو بگیرن. اگر ما بتونیم این 110 های ما رو کمتر کنیم، میتونیم به بحث پیشگیری از جرایم بیشتر برسیم. گشت من همزمان داره کار پیشگیری از جرایم، پیشگیری از سرقت، پیشگیری از نزاع و موارد از این قبیل رو میتونه انجام بده. در این حین هم بحث 110 رو انجام میده که خب وقتی 110 زیاد شد عملا توازن به هم میخوره و بیشتر به سمت 110 میره و بحث پیشگیری فرصت کمتری پیدا میکنه. هرچند که ما خب آوردیم در این حوزه تدبیر کردیم، یگان امدادمون رو در سطح شهرستان مرکز استان تقویت کردیم. تعداد زیادی گشت یگان امداد داریم. در شبانه روز حدود شاید 10 گشت یگان امداد ما هستن در سطح شهر که بحث پیشگیری رو دارن. ولی در کلیت قضیه یکی از موارد همین بحث ارزم به حضور ما که اخبار 110 که شاید میشه گفت کم اهمیت هستن و بعضا هم شکایت، رسیدگی به شکایات و مواردی هست که خب میان مراجعاتی که میان کلانتریامون، اینها مواردی هستن که میشه چشم‌پوشی کرد، میشه با یک به قول معروف گذشت موارد ازش گذشت و مثلا چه مواردی؟ مثلا یکی از مواردی خیلی وقتا پیش میاد در حین رانندگی سر سبقت گرفتن با هم دیگه جر و بحث میکنن. جر و بحث کردن که خیلی اصلا چیز مهمی نیست. چرا مثلا ماشین زودتر از من رعایت نکرده، زودتر از من رفته جلوتر. موادن یا بوق زده، چرا صدای بوقش بلنده، اعصاب نداره، با هم دیگه جر و بحث میکنن. اینا چیزای پیش با افتاده است. یا جلو در خونش مثلا ازم بوزه شما ماشین پارک کرده، این باید اختصاصی خونه منه، نه روی پلا، اختصاصی خونه منه. مواد از این قبیل باعث میشه خیلی وقتا مورد ازم بوزه شما مطالبه مردم باشه. ولی خب ما تکلیف داریم که برابر تماس صده همکاران ما در محل سر صحنه‌های امدادخواهی مردم حاضر بشن. مزاحمتاشون هم که همه هست، هر نوع مواردی باشه هست. میگم خیلی بعضی وقتا چیز بسیار پیش پا افتاده هستن. شاید شما مثلا موارد، یک از موارد ساعت 12 شب دعوای زن شوهری سر اینکه چرا مثلا غذا رو آورده، غذا باب دلش نبود. اومدیم رفتیم بررسی کردیم، بله میگه که چرا من شوهرم به من گیر داده نوع غذا. مثلا موارد از این قبیل که اصلا میشه با یه خویشتن‌داری، با آرامش، با گذشت موارد ازش بگذاریم. ولی چه بسا که اگر هم ازش نذاریم منجر به بعضی از حوادث بدی هم میشه. من خودم چند سال پیش که رئیس کلانتری 11 بودم،
خب مقطعی رو یک مقدار سرقت تو حوزه میدان شهید پشت پاساژ لادن زیاد بود، اومدیم پوششی داشتیم پیش بررسی میکردیم که بتونیم سارق دستگیر کنیم. تو خیابان اومدم درست جلو چشم خودم دو تا گروه دو نفر از روبرو همدیگه داشتن می اومدن، فقط سر این که به همدیگه گفته بود چرا بد من نگاه کنی، چرا بد من نگاه کنی و چاقو در آوردن موجب قتل شد. خیلی مهمه تو یعنی خیلی چیزی پیش پا افتاده. من این نگاه کردن به این جوان خیلی مثلا این چهار نگاه میکنه، اون نگاه میکنه چه جوری نگاه کردی، سر همین درگیر میشن و منجر به متاسفانه حوادث ناگواری میشه. یکی از مزاحمات هم گفت که دلش برای پلیس تنگ میشه بالاخره. آره ایشون در حوزه گفتم تماس یکی از مواردی که نخواسته ما تنها سازمان‌های خدمات رسانه دیگه هم همین دغدغه رو دارن، چه آتش‌نشانی باشه چه اورژانس باشه، برق، آب، گاز، نهادهایی که تلفن‌های سه رقمی دارن. یکی از مشکلاتشون همینه که خیلی وقت مزاحمت‌های تلفنی ما داریم. خب اون نوجوان عزیزمون هم ما رو دوست داشت دیگه، تماس زیاد میگه که همکارای ما رو ببینه و اتفاقا ما بعد از این قضیه سردار فهمودن که برین و با توجه که ایشون دوست داره فضای پلیسی رو یک برنامه براشون بزنیم، ولی که بعد ما رفتیم پیگیری کردیم و ایشون از اینجا رفته بودن به یک از شهرستان‌های شمالی برای کار کردن دیگه، فرصت نشد دیگه. مثلا چه چیزی باعث میشه با وجود این همه سختی در کار نیروی انتظامی که خب بالاخره همه میدونیم که چه کار سختیه، بازم با انگیزه دارین ادامه میدین این کارو؟ نگاه کنین، اولا که خب شوق خدمت واقعا حس خاصی داره. یکی از نکات مثبتی که در شغل پلیسی هست تنوع مأموریت هاست. شاید بعضی از سازمان‌های نظامی خب مأموریت خاصی دارن و با یک نواخت همون مسیری شاید برن، ولی مأموریت‌های پلیسی شبانه روز تنوع داره. هر لحظه با یه قسم جدیدی از مأموریت‌ها شما مواجه میشید. صبح یه درگیری، غروب یه مورد مثلا صحنه فوتی باشه، یه جایی تصادف هست و مأموریت‌های مختلف. این خودش باعث ایجاد انگیزه میشه. بماند که خب مثلا عشق به خدمتم، من یکی از کسایی بودم که از همون اول عاشق کارم بودم، عاشق لباسم بودم. چه بسا شما در سطح شهر منو می‌بینید، من همیشه خود اول صبح پوتینم هست تا غروب و لذت میبرم از خدمت کردن و مخصوصا وقتی مردم میام مراجعه میکنم میبینم یه گره ازشون باز میشه، واقعا اون صحنه قشنگ و شیرینیه. شما خودتون کدوم یکی از مأموریت‌ها رو دوست دارین بیشتر؟ علاقه‌مند به کدوم یکی از مأموریتاتون هستین؟ من اگر به من باشه من باز دوست دارم با این که الان شدم فرمانده نظامی شهرستان، باز دوست دارم برگردم رئیس کلانتری بشم. من رئیس کلانتری بودن خیلی دوست داشتم. وقتی دفترم می‌نشستم، ارباب جان میومدن اونجا کاراشون رسیدگی می‌کردن، کیف می‌کردم اون لحظه رو و کاراشون انجام می‌شد. به گذشته برگردیم بازم پلیس بشین؟ حتما بازم پلیس میشم و بازم دعا میکنم که انشالله باز بشم رئیس کلانتری. جناب سرنگ، به نظر شما اعتماد به پلیس الان در چه سطحی قرار داره؟ نگاه کنین، خب تا عدم تطابق خواسته ها و نیازهای مردم با موجودی پلیس باعث میشه که بعضن یه سری شاید دلخوری ها ایجاد بشه. مثلا من دارم میگم در حوزه رسیدگی به اخبار 110 خیلی از مردم در بحث اخبار 110 یه سری گلایه‌مندی‌هایی دارن که همکاران ما دیر میان. خب ما توانمندی‌هامون رو باید بسنجیم. ما توانمندی‌مون کم محدوده. الان که البته ما در یک سال گذشته با توجه ویژه‌ای که سردار فرمانده محترم کل انتظامی کشور و همچنین سردار فرمانده محترم انتظامی استان نسبت به مرکز استان داشتن، ما نسبت به تقویت یگان فوریت صدمون یه سری اقدامات انجام دادیم که در ادامه خدمت حضرت عالی توضیح خواهم داد. ولی در کلیت منظور اینه که چون وقتی با هم دیگه سنخیت نداشته باشه باعث میشه یه سری دلخوری‌ها بشه. من برداشت خودم اینه با اقداماتی که خب بنده حقیر و با پشتیبانی که سردار فرمانده محترم به من داشتن تلاش کردیم در 2 سال اخیر اون نگاهی که شاید در بعضی از صحنه‌ها از نسبت به همکاران بنده شاید یه سری دلخوری‌ها داشتن سعی کنیم اصلاح کنیم و این درصد رضایتمندی رو برسونیم به نزدیک به 100 انشالله که اثرگذار باشه. انشالله. مردم خب بالاخره با توجه به اینکه کار شما می‌بینن تقاضا تشکرایی دارن، برخی هم گلایه دارن. بیشتر این گلایه در چه موضوعاتی بوده و از خدمت شما که مردم بیشتر از چه رفتارهای همکارای شما گلایه‌مند بودن؟ نگاه کنین، من اتفاقا یک از کارهایی که انجام دادم شاید یه زمانی فرصت بشه بیان رو میز من نگاه کنم. من یک کاغذیاتش کوچیک رو میزم دارم، دغدغه‌ها و مطالبات مردم رو برای خودم نوشتم. خب در صدرش بحث 110 بوده که بحث حضور اخبار 110 بوده. ما در این حوزه اومدیم کار کردیم
گشتمون رو در بس صددا تقویت کردیم. یگان فوریت صددایمون رو تقویت کردیم که اونم اگر دقت کرده باشین گشت موتوری مونه. چه بسا که در سطح شهر در 2 سال اخیر شما دیدین تعداد گشت موتوریمون شاید به ناگاه یه دفعه افزایش چشمگیری داشت. چشمگیر از این نگاه تقریبا حدود شاید ما در هر شیفتی حدود 10-15 تا فقط گشت موتور داریم. گشت موتور با توجه به اینکه هسته مرکزی شهر بوجنورد هم خیابانا باریکه و خودروها که میان دیگه عملا گشت موتوری من نمیتونه سریع به موارد صدای خودش برسونه. فلزا ما اومدیم در این حوزه کار کردیم و گشت صدایمون رو تقویت کردیم، با وجود اینکه در سرمای زمستان هیچ کسی میبینه اصلا سوار موتور نمیشه، ولی با گشتامون با لباس دیگه واقعا شاید مجاهدانه دارن زحمت میکشن و ما سعی کردیم در این حوزه دغدغه‌ها رو کم کنیم. یکی دیگه از دغدغه‌های مردم بحث پارک‌ها بود. در حوزه پارک‌ها خیلی مردم گلایه‌مند بودن. ما در 1 سال گذشته طرح‌های خیلی ویژه‌ای در اکثر پارک‌ها اجرا کردیم، باعث شد که خیلی از مردم برگردن به سمت پارک‌ها. هرچند باز هم خب توان اجازه نمیده که ما در این پارک‌ها استقرار بیشتری داشته باشیم، ثابت‌تر باشیم که عملاً برگردیم به سمت پایداری. یعنی دیگه وقت نباشه که من گشتم خارج شه باز مزاحمی بیان اینجا. وقتی که گشت مقطعی رو ثابت اونجا وایساد دیگه به سمت امنیت پایدار میره. این نکته. مطلب بعدی بحث معتادین متجاهر و خرده فروشان مواد بود. در این حوزه باز همکاران بنده ورود کردن. رئیس پلیس مواد مخدر استانمون هم در یک از دغدغه‌هاشون چون این بود و فراجا هم جز دغدغه‌هاش بود، لذا در این حوزه بحث طرح آرامش در شهر رو داریم ماهیانه هم به صورت طرحی اجرا می‌کنیم، بمونه که ما خودمون کلانتری پاسکامون دارن اجرا می‌کنن. ما در بحث جمع‌آوری معتادین متجاهر هم همه روزه داریم کار می‌کنیم، اما یک مشکلی که از ظرفیت کمپ‌های ترک اعتیادمون محدوده. ظرفیتش حدود 150 نفر. ما برآوردمون اینه که چه بسا معتادینی که کارتون خواب و در واقع در سطح شهر هستن اندکی بیشتر از این باشه که نیاز است که ظرفیت یکم بیشتر بشه و مدت زمان ترک هم یکم بیشتر بشه که ان شاءالله برگردن به سمت ترک و به سمت زندگی. در کنارش هم یه سری اقدامات انجام بشه که معتادین دیگه باز برنگردن به چرخه باطل اعتیادشون. یکی دیگه از موارد بحث اراذل اوباش بود، نزاهای خشنانه و اراذل اوباش بود. خب باز اینم یکی از مطالبات بود که خب باز در رأس در مرکز فرماندهی محترم کل خب قرارگاه خاص برخورد با اراذل اوباش تشکیل دادن. خب در این حوزه هم همکاران بنده ورود کردن. ما خودمون در مرکز یه تیم ویژه‌ای رو تشکیل دادیم که به محضی که اخبار اینجور موارد اعلام بشه سریعا همکاران ما ورود میکنن و اجازه نمیدن که اون فضای روانی شهر به سمت ناامنی بره و در این حوزه همکاران بنده دارن کار میکنن. یکی دیگه از باز دغدغه‌ها بحث مزاحمت‌های خیابانی که خب این حوزه با اینکه به همکاران بنده دارن زیاد کار میکنن در حوزه مزاحمت‌های خیابانی موتورسواران تلاش‌های زیادی داره میشه، ولی شاید بشه گفت در این حوزه توفیق ما هنوز به اون چیزی که من دلم میخواد نرسیدیم. به اون توفیق شاید نزدیک به 100% نرسیم. خیلی فاصله داره. نیاز است که در این حوزه والدین بیان کمک ما. شاید اونجور جاهای دیگر رو من خودم و همکاران با توانای خودم بتونم، ولی من درخواست من از والدین اینه که اینجا بیان کمک من که حواسشون به نوجوانان باشه. خب شما همه روزه شاید تصاویر رو می‌بینید به تصادفات بسیار ناگواری که نوجوانان ما متاسفانه منجر به حادثه و چه بسا فوتشون شده. محور خصوصا موتورسوار. بله متاسفانه قالبشون هم نوجوانن. قالب که چه از کنن 100% نوجوانن متاسفانه. و همین چند شب پیش بود محور بابامون متاسفانه تصادف فوتی نوجوانی داشتیم، بسیار وحشتناک بود، دلخراش بود. همین شب گذشته بود من داشتم گشت‌های صدده اونو که کنترل می‌کردم، خودم تو سطح شهر بودم، از قضا رسیدم یه تماس صدایی اومدم اینجا نوجوان اینجا تصادف کرده، همین پارک در واقع مادر کودک تصادف کرده بود. در کلیت دغدغه‌های کلی که مردم داشتن تقریبا همینا بوده من احساس کردم و روی اینا من و همکاران بنده در تیمی که در انتظام شهرستان هستیم داریم روی اینا کار می‌کنیم، ان شاءالله که بتونیم هم رضای خدا در کنارش هم رضایتمندی شهروندان داشته باشیم. خدا خیرتون بده. جناب سنگ، در قانون جمهوری اسلامی ایران یه قانونی هست به اسم قانون اساسی. در قانون اساسی توضیح داده شده که وقتی یه فرد چه خانم چه آقا فرقی نمی‌کنه به سن 18 سالگی میرسه، میتونه برای یعنی در اولین روز از 18 سالگیش میتونه برای ثبت نام گواهینامه اقدام کنه. حالا که قانونی برای موتور سواری بانوان نداریم، نظر شما چیه؟ الان در سطح شهر میبینیم که بانوان ما، خواهران ما، بزرگواران در خیابان‌ها خب موتور سواری میکنن، اینا که گواهینامه‌ای ندارن.
اگه به حساب تصادفی کنن یا اتفاقی براشون پیش بیاد قانون با اینا چه برخوردی میکنه؟ نگاه کنید اصلا مطمئنا خلاف قانون این امر و حادثه اگه براشون رخ بده حتما قانون توی موضوع نمیتونه ازشون حمایت کنه و نباید کسی این کار رو انجام بده و چه بسا ازم باشه حادثه اگه رخ بشه نتونن از عهده تبعاتش بر بیان. حالا قانونگذار و در رأس مشغولن یه سری داره کار انجام میشه که حالا ببینید منتظر هستیم، ما گوش به فرمان قانون هستیم دیگه، هر چه قانون بگه همون اجرا میکنیم، ولی فعلا که هیچ ماده قانونی در بس رانندگی بانوان، رانندگی موتورسواری بانوان نیست. من درخواست من از بانوان شهرمان اینه که در این حوزه اصلا ورود نکنن، گوش به قانون باشن که حداقل اگر حادثه‌ای براشون رخ داد بتونن که حمایتی بشه، وگرنه فعلا هیچ حمایتی از حوزه قانونی در این حوزه ازشون نمیشه کرد، چون نیست، ماده قانونی در این نیست. ما همه چیز بر اساس قانونه دیگه، باید برابر قانون مطیع امر قانون باشیم. تا حالا ببینیم که در آینده چه خواهد شد. به نظر شما انجام میشه این قانون؟ به نظر میاد داره سری کاری داره انجام میشه. من بذاریم دقیق نگم چون مطلع کامل نیستم، ولی یه سری کاری داره انجام میشه. منم شنیدم که داره کار انجام میشه. پس یعنی بانوان ما میتونن که به زودی اگه قانون انجام بشه موتورسوارشون با گواهینامه انجام بدن؟ حتما به محضی که قانون بشه میتونن با گواهینامه با اقدام رانندگی کنن و وقتی اینطوری باشه ما هم هیچ مشکلی نداریم، حمایت هم میکنیم در این حوزه. مثلا چغرترین دزد یا قاتلی که دستگیر کردین خاطرش رو برای ما تعریف میکنین؟ خب چغرترین قاتل همون کسی بود که خود منو زد دیگه، همون تیراندازی کرد. در برقله بود فکر کنم. برقله بود، محله ماست. بله. ما اون شب البته اونی که من مأموریت خودم رو دارم میگم، همکاران بنده در پلیس آگاهی مأموریت‌های بسیار سنگین‌تر و خشن‌تری رو انجام میدن، ولی اون مأموریت واقعا جالب و خشنی بود. خب اون فرد که رفته بود اون خانم رو به قتل رسونده بود، بعد از اون حالا چون حالت طبیعی درست درمان نشد، انگار به چیزی مصرف کرده بود، دیوان جنونی بهش دست داده بود، نمیدونم. در اون لحظه پشت سر هم داشت تیراندازی میکرد، به سمت همکاران بنده، به سمت مردم تیراندازی میکرد، با اینکه لحظه اول اون خانم محترمه رو در واقع به سمتش تیراندازی کرده و منجر به قتل ایشون شده بود، مجدد باز برگشته بود به سر صحنه قتل و اون خب حادثه ناگوار بعد تیراندازی که بعد چون من شناخت نسبت به این فرد داشتم، بعد از اینکه به من گفتن، من با اینکه توی مراسم رسمی بودم خودم سریع رسوندم، از مسیر فری خودم محل رسوندم. به محضی که رسیدم به محل این بازی فرد اومد اونجا و منجر به تیراندازی شد. خب تو اون صحنه به سمت ما تیراندازی نشد که باز همکارا رفتیم دیگه، تیم‌ها رو تشکیل دادیم، پراکنده تر مهار منطقه رو بستیم تا اینکه توی صحنه دیگه رخ به رخ همسویه شدیم و دیگه ما رو مورد عنایت قرار دادن. کجاتون هست جناب سرای؟ یه تعدادی از ساچمه‌ها به دستم، 3 تا از ساچمه‌ها به صورتم خورد. خب بعد همکاران بنده در پلیس آگاهی و هم گشتمون در یگان امداد دیگه توی یک از کوچه‌های فرد زمینگیر کردم و مهمون ما هستم. جناب سرای شما بین مردم بوجنورد و استانخوار به نظر شما علت این محبوبیت چی میتونه باشه؟ البته اینکه همیشه خوش‌تیپ و خوش‌پوش هم هستین بی‌تاثیر نیست. خب در بحث محبوبیت یکی از چیزایی که در واقع سنت پیامبر ما هست که پیامبر ما معروف پیامبر مهربانی، یکی از نکاتی که میتونه خیلی اثرگذار باشه در محبوبیت هر فرد و هر سازمان، هر کسی، اخلاق. مطمئنم من خودم حداقل تلاش کردم که اگر آهنگ پیشواز گوشی منم شما داشته باشین، یه سخنرانی از حضرت آقا هست که میگه که گر وانه میکنی گرهی خود گره مباش، ابرو گشاده باش. حالا چون وانه میکنی گرهی، بله، گرهی خود گره مباش، ابرو گشاده باش. حداقل اینه که در برخورد با مردم سعی میکنم خوش اخلاق، حالا از نگاه شاید مردم تلاش میکنیم حداقل اخلاقمون بد نباشه که دلخوری از ما داشته باشن، از جای ما با دلخوری برن. در این حوزه تلاش کردیم، سعی کردیم که گوش شنوایی باشیم برای مردم. انشالله که مردم لطف دارن، اگر حالا میفرمایید که ما رو قبول دارن، مورد رضای خدا باشن، رضایت مردم باشه انشالله. جناب سرنگ یه توضیح هم راجع به خیابون تربیت بدین، شبا خیلی شما رو اونجا می‌بینیم، جریان چیه اونجا؟ من خدمتتون گفتم یکی از در واقع مطالبات مردم بحث مزاحمت خیابانی در حوزه خودرو و موتوره.
خب متاسفانه خیابان شهید صیاد و همچنین خیابان تربیت و خیابان نادر یکی از جاهایی که خب معمولا خیلی از نوجوانان و افراد میان اونجا در بحث دور و ایجاد مزاحمت برای ساکنین این خیابان. خب تماس‌های زیادی هم داشتم، ملاقات‌هایی که با بنده داشتن در محل کارم، در سطح شهرم، تماس‌هایی که با سامانه 110 و 197 ما داشتن. جمعی اینا باعث شد که ما یکم حضورمون رو اونجا پررنگ کنیم که بلکه مانع از اینجور مزاحمت‌ها بشیم و رضایتمندی اونم بعد در بحث باز افزایش رضایتمندیه. تلاش ما بیشتر اینه، اما صرف اون منطقه نیست. ما همه مناطق شهر رو سعی می‌کنیم تامین امنیتمون رو داشته باشیم. ما الان این روزا بحث طرح مدارسی که داریم، پیشگیری از در واقع مزاحمت‌ها در مدارس، همکاران بنده ما مدارس احصا کردیم. مدارس در منطقه جوادی، منطقه داریم در پشت شهر بازی یا پل منطقه شهرک امام، مناطق مختلفی که مدارس به ما اعلام شده تا تعاملی که با مدیریت محترم آموزش‌پرور شهرستان داشتیم، اینا احصا کردیم. در همه این نقاط شهر داریم طرح اجرا می‌کنیم. یا در بحث پارک‌ها سعی کردیم همه پارک‌ها رو تو برنامه‌مون باشه. اما بعضی از مناطق خب مناطق خاصی هستن که نگاه مردم چون موسم بیشتره، طرحمون ویژه‌تر اونجا داره اجرا میشه. و خب یکی از جاهام همین بحث خیابان نادر و خیابان شهید صیاد و خیابان تربیت. خدا خیرتون بده. جناب سرهنگ، هنوزم بحث تک چرخ زدن و ویراژ دادن حرکت نمایشی پسرای نوجوان جوان جلوی مدارس دخترانه وجود داره یا نه؟ متاسفانه باز هم هست و خب گفتم من این تو این عرصه در حوزه مزاحمت خیابانی موتورسواران یکی از دغدغه‌های منه و درخواست‌های شاید عاجزانه بنده از والدین هست که تو این حوزه هم فرزندان خودشون رو کمک کنن، هم همکاران بنده رو در انتظامی شهرستان که متاسفانه شاهد چنین مواردی در سطح شهر هستیم، چه در حوزه جلوی مدارس چه در سطح خیابان‌های سطح درون شهری و برون شهریمون کماکان بعضن اینجور موارد هست که هم منجر به برهم زدن امنیت روانی شهر میشه و هم منجر به این شده بعضا منجر به آسیب‌هایی برای خود این نوجوانان عزیز. جناب سرهنگ بفرمایید که جناب آقای گل محمد زاده فرمانده محترم انتظامی شهرستان بجنورد روحیه نظامی داره یا نه و بالاخره از صبح که بیدار میشه چه اقداماتی رو انجام میده تا شب؟ من شاید ساعت کاری من طبعا شاید بهتون بگم که من صبح زود که دیگه بیدار میشم ساعت چند؟ یه مرحله که ساعت 4 رو تقریبا 8 یا 10 تا 10 دقیقه بیدار میشم برای نماز صبح، حالا ریا نباشه. بعد از اون بازی میشنم یه استراحت مختصری ساعت 5 بیدار میشم دیگه. بعد اون بس حالا دیگه جمع میکنیم دیگه حرکت میکنیم میام سطح شهر میره تا ساعت نزدیکای حدود 3 اینا 2:30 اینا میره خونه، یه نهار یه استراحت و یه ورزش میریم باشگاه ورزش. بعد اون مجدد باز تایم بعد از اون شروع میشه ساعت 6 باز هسته مرکزی و جای ماموریت ادامه ماموریت میره تا ساعت 12 شب. این روال عادیه. اگر چیزی مورد غیر عادی هم باشه که با مورد نیمه شب هم باز هستیم. خانواده‌اش مشکلی با این موضوع ندارن؟ دیگه لطف دارن در حق ما. جناب سرهنگ چند تا فرزند داریم؟ ما 2 تا پسر خدا به ما عنایت کرد. خدا جسارت نباشه اگه یه روزی یه اتفاقی مثلا برای آقا پسرتون بیفته، حالا مثلا ما میگیم مقصرم ایشون باشه، شما سر صحنه چه اقدامی انجام میدین؟ آیا جسارت نباشه این سوال بپرسم پارتی بازی قرار انجام بشه یا نه؟ نه اصلا سعی کردم واقعا این نگاه شخصی خود من این بوده و سعی کردم تو اینجا موارد اصلا دخالت نکنم. بوده بعضی چه بسا خانم خودم یکی دو مورد مثلا تو صحنه بوده تصادفم کردم، مقصرم نبودن، هیچ دخالتی نکردم. مسیر قانون انجام بشه و موارد از این قبیل است. من تلاشم این بوده و از خدا میخوام کمکم کنه که همین مسیر برن، چه بسا که یک دلایلی که باعث ایجاد رضایتمندی در شهروندان میشه همین بس نرفتن به سمت پارتی بازی. من تلاشم این بوده، خدا کنه که از خدا اول میخوام ثابت قدم تو این مسیر باشم و خدا کنه باشم و بمونم. خدا حفظتون کنه. جناب سرهنگ پیامتون به مردم استان خراسان و حرف دلتون در برنامه ویژه برنامه حرف دل چیه؟ چون این برنامه اسمش هست میخوام حرف دلی که تو دلتون هست و چندین سال گفته نشده در این برنامه برای مردم. درخواست بنده اینه که حتما همکاران بنده رو در انتظامی شهرستان حتما دعا کنن. همکاران بنده شبانه روزی دارن کار میکنن. من دیشب اومدم پوش موتور شدم واقعا ببینم گشتم. من خودم چون از اول فرمانده بودم
تو حوزه گشت رفتم ولی کم. دیشب اومدم خواستم میرم همکاران بنده واقعا در حوزه گشت یا دقیق سر اون ساعت میرسن سر موارد امداد خواهی مردم که واقعا اینو میگم شاید میشه گفت 95% موارد رو در حوزه شهری واقعا سر موقع میرسن. سر موقع البته گاهی وقتها اون کسی که زنگ میزنه 110 چون شاید در فضای روانی و عجله براش خیلی چی مهمه. من مثلا مورد رفتم بررسی کردم میگه همکاراتون دیر اومدن، من رفتم بررسی کردم گفتم نگاه کنید سرکار خانم نهایت چی شما گفت این ساعت تماس که همکار بنده در رأس اون 10 دقیقه زمان مقررش رسیده، اما چون مضطرب هست یکم اینجوری یکم براش شد. من بس من که نکته اولی که دارم همکاران بنده با این شرایط که میگم همین الان زمستون داره به سمت سردی هوا میره ولی همکاران بنده در گشت موتوری دارن کار میکنن. بس شبانه روز هم دارن خدمت میکنن، صحنه‌های خطرناکی جونشون در خطر. هفته گذشته 2 تا از همکاران بنده به شهادت رسیدن. هم تو هر هفته ای نیست که همکاران بنده به شهادت برسن. نکته اولی که درخواستی دارم حتما همکاران بنده رو دعا بفرمایید و اینکه درخواست بعدی یعنی که توقعاتون رو با توانمندی ها و اون چیزی که هست با پلیس بسنجید. یکم مدارات با همکاران بنده داشتیم، آره متوازن باشه. نکته بندی بس دغدغه‌ای که گفتن خدمتتون در حوزه موتورسواران خیلی من هم دلخراش این صحنه رو میبینم و همین که گفتم روان شهر و این حضور موتورسواران به هم زده. درخواست من از والدینه که تو این صحنه حتما تو این موارد کمک بنده و همکاران بنده باشیم. ما کارمون رو برابر دین و تکلیفی که داریم انجام میدیم. خدا خیرتون بده، خدا حفظتون کنه. ممنون که تشریف به برنامه حرف دل. خواهش می‌کنم. زیاد وقتتون نمیگیرم. سپاسگزارم از شما. ممنون از حضرت علی و همکارانتون در پشت صحنه و هموطنانمون که صدا و تصویر ما رو در این برنامه زیبا داشتن. سپاس از لطف شما که بیننده برنامه حرف دل بودین. روز خوش، خدا نگهدار.